یک روحانی و عالم دین بود، شخصیت ممتاز بود در ایران. گفتن که اگر امام وارد حوزه علمیه و بشه درس و تحقیق نداره. چرا؟ چون علمای بزرگ مراجع طراز اول آیت الله حکیم، آیت الله شاروی و آیت الله صدر و دیگران، آیت الله خودی، بزرگان و استوان‌های علمی در حوزه نجات فراوان هستند و امام در نظر علمی آنقدر بالا نیست که بخواد در مقابل مراجع بزرگ نجات عرض اندام کنه. و اینم باز یک محدودیت و برای ایشان یک شکست و نمیتونه فعالیتش رو ادامه بده. اما عزیزان همه این مشورت‌ها و پیش‌بینی‌ها اشتباه از آب کردن به عراق تبعید شدن. معلومه مصابه فکر می‌کردیم که از فرودگاه بیاییم الان دستگیر میشیم، در محاصره نیروهای امنیتی عراق قرار میگیریم و میریم زندان شکنجه و اذیت آزاد. وقتی از فرودگاه اومدیم دیدیم که خبری نیست، نه نیروی امنیتی هست، ماشین هم نبود که بیاد تازه بریم و بالاتر که پول هم نداشتیم کرایه بدیم. حالا ماشین کرایه کنیم پولش رو از کجا بدیم؟ بعد از ساعاتی که معطل شدیم یه تاکسی اومد، سوار شدیم و کرایه کردیم. راننده ما رو برد در باب قبله حرم کاظمی، اونجا پیاده کرد جلوی مسافرخانه آقای جمالی. پیاده شدیم، آقای جمالی عرض کردن که شما کرایه رو حساب کنید، من بعدا به شما پرداخت می‌کنم. و ایشان قبول کردن و ما وارد مسافرخانه ایشان شدیم. البته ما بعد از چند ساعتی که استراحت کردن تشریف دادن به زیارت امامین کاظمی علیهم السلام و من هم پیگیر امور بودم. با نجف تماس گرفتم با شیخ نصرالله خلخالی که وکیل امام بود.